تا حالا براتون پیش اومده که یه شماره ناشناس بهتون زنگ بزنه و دلتون بخواد بدونید صاحب اون شماره کیه؟ اگه که آره این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره 3 تا روش باحال و کاربردی بهتون یاد بدم. هر کدوم از این روش‌ها مزایا و امکانات خودشون رو دارن و آخر ویدیو خودتون میتونید تصمیم بگیرید که کدوم روش بیشتر به دردتون میخوره. پس بریم سراغ آموزش روش‌ها. روش اول استفاده از این برنامه هستش که خبر خوب اینه که حتما لازم نیست این برنامه رو دانلود و نصب کنید و بدون نصب این برنامه هم میتونید از امکانات خفنش استفاده کنید. این برنامه خیلی خوبیه، ولی اگه که نسخه پولیش رو نداشته باشین تبلیغاتش ممکنه که یکم اذیتتون کنه. اما چیزی که خیلی‌ها نمیدونن اینی که حتی بدون نصب برنامه هم میتونید از امکاناتش استفاده کنید. و جالبتر این که این روش هم روی گوشی‌های اندرویدی جواب میده هم روی آیفون. برای این کار فقط به تلگرام نیاز دارید. تلگرام رو باز کنید و داخل قسمت سرچ این عبارت رو جستجو کنید. رباتی که کنار اسمش این ایموجی رو داره رو انتخاب کنید و روی استارت بزنید. بعد از اینکه ربات شروع شد یه سری توضیحات براتون نمایش داده میشه. حالا هر شماره که خواستید بررسی کنید و فقط کافیه داخل چت ارسال کنید. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره. حتما باید کد کشور رو قبل از وارد کردن شماره بنویسید. مثلا اگه که میخواید یه شماره ایرانی رو بررسی کنید، اول باید مثبت 98 رو وارد کنید و بعد شماره رو بنویسید. بعد از اینکه شماره رو ارسال کردید، ربات اطلاعاتی که داخل بانک اطلاعاتیش وجود داشته باشه رو براتون نمایش میده، مثل خود شماره، کشور، اسم شخص، موقعیت مکانی و حتی توی بعضی از موارد آدرس فعلی. پس یادتون باشه اگه کد کشور رو وارد نکنید این روش براتون کار نمیکنه. خب این از روش اول. حالا بریم سراغ روشی که امکانات بیشتری داره و حتی موقع زنگ خوردن گوشی هم میتونه اسم تماس گیرنده رو بهتون نشون بده. این روش استفاده از اپلیکیشن شماره یابه که هم میتونی اسم بدی شماره بگیری، هم میتونی شماره بدی و اسم تحویل بگیری. این برنامه خیلی کاربردیه و باهاش دیگه شماره براتون ناشناس نمیمونه. اگه کسی مزاحمتون باشه خیلی راحت میتونید بررسیش کنید. برای نصبش اول باید فروشگاه مایکت رو روی گوشیتون داشته باشید. بعد از اینکه وارد مایکت شدید عبارت شماره یاب یا مزاحم یاب رو سرچ کنید. لوگوی این برنامه اینه و خیلی راحت هم میتونید دانلودش کنید. من از قبل نصبش کردم. این برنامه بیشتر از 60,000 نصب فعال داره و امتیاز 4.7 از 5 رو گرفته. یعنی تعداد زیادی از کاربرا ازش استفاده کردن و از عملکردش راضی بودن. البته این نکته رو بهتون بگم که این برنامه اسپانسر این ویدیو نیست و صرفاً چون کاربردی بود و افراد زیادی ازش راضی بودن تصمیم گرفتم که بهتون معرفیش کنم و شما هم ازش استفاده کنید. حالا بریم ببینیم داخل برنامه چه امکاناتی وجود داره. داخل برنامه 2 تا بخش اصلی داریم. یکی جستجو بر اساس نام و یکی هم جستجو بر اساس شماره. یه بخش تاریخچه هم داره که آخرین جستجوهایی که انجام میدید رو بهتون نشون میده. و یه قابلیت جالب دیگه هم داره که اگه فعالش کنید هر وقت یه نفر باهاتون تماس بگیره برنامه خود شماره رو بررسی میکنه و در صورت وجود اطلاعات اسم طرف رو روی صفحه نمایش میده. خب حالا بریم تستش کنیم. توی این قسمت هرچی اسم دقیق‌تر وارد بشه نتیجه‌ای که میگیرید بهتر و کامل‌تره. حتی میتونید کلمه‌های عمومی مثل مکانیکی رو هم سرچ کنید تا شماره‌هایی که با این عنوان داخل بانک اطلاعاتی این برنامه ذخیره شدن براتون نمایش داده بشه. اینجا فقط کافیه شماره مورد نظرتون رو وارد کنید. برنامه چند لحظه جستجو میکنه و اگه اون شماره داخل بانک اطلاعاتیش وجود داشته باشه اسم ذخیره شده رو بهتون نشون میده. من چند تا شماره مختلف رو تست کردم. برای بعضی از شماره ها اسم نمایش داده شد، بعضی ها اطلاعاتی نداشتن و برای بعضی شماره هم اسم فرد نمایش داده شد. البته یادتون باشه هیچ برنامه‌ای 100% کامل نیست. اگه یه شماره داخل بانک اطلاعاتی این برنامه پیدا نشد میتونید همون شماره رو داخل برنامه‌های مشابه هم بررسی کنید. ولی بین برنامه‌هایی که من امتحان کردم این یکی هم ظاهر بهتری داشت و هم بانک اطلاعاتیش کامل‌تر بود. حالا روش سوم چیه؟ روش سوم هم استفاده از ربات تلگرامیه.
این بار دوباره وارد تلگرام میشیم و داخل قسمت سرچ این عبارت مزاحم یاب for you بات رو جستجو و واردش بشید. وقتی که وارد این ربات شدین روی شروع یا استارت بزنید. اول ازتون میخواد که داخل چند تا از کانال هاش عضو بشید. بعد از اینکه عضو کانال ها شدید روی گزینه من عضو شدم بررسی کن بزنید. ربات عضویتتون رو بررسی میکنه و بعد از تایید امکان استفاده از خدماتش براتون فعال میشه. حالا دوباره روی استارت بزنید. یه پیام براتون میاد که نوشته برای استفاده از شماره یاب حرفه‌ای روی دکمه شماره یاب طلایی کلیک کنید. هم میتونید روی این دکمه بزنید، هم از لینکی که پایین قرار داده میتونید استفاده کنید. من هر دو روش رو بهتون نشون میدم. اول روی شماره یاب طلایی میزنم، بعد دوباره روی شروع کلیک میکنم. وارد یه صفحه میشیم که یه سری توضیحات داره و 2 تا گزینه اصلی داره. یکی جستجو با شماره و یکی هم جستجو با اسم. اول جستجو با شماره رو امتحان میکنیم و شماره مورد نظر رو وارد میکنیم. چند لحظه صبر میکنیم. همینطور که میبینید اگه اطلاعات اون شماره داخل بانک اطلاعاتی این ربات وجود داشته باشه، اسم و اطلاعاتش برامون نمایش داده میشه. حالا از این قسمت خارج میشیم و میریم سراغ لینکی که پایین قرار داده بود. روی لینک میزنم، یه ربات تلگرامی دیگه برام باز میشه. اینجا هم دوباره روی استارت میزنم و پایین صفحه چند تا گزینه برام باز میشه. یا میتونم با وارد کردن شماره اسم شخص رو پیدا کنم یا برعکس با وارد کردن اسم و فامیل شماره های مرتبط رو ببینم. من این بار گزینه جستجو با اسم و فامیل رو انتخاب میکنم. اسم مورد نظر رو وارد میکنم و چند لحظه صبر میکنم. حالا ربات ازم میخواد که پیش شماره مورد نظر رو انتخاب کنم. روی منوی چهارخونی میزنم. همینطور که میبینید کلی پیش شماره مختلف نمایش داده میشه. من 933 رو انتخاب میکنم و همینطور که میبینید چندین شماره با همون اسم و این پیش شماره نمایش داده میشه. راستش وقتی خودم تستش کردم از دقتش تعجب کردم، چون در خیلی از موارد نتیجه‌ای که نشون داد درست بود. البته این نکته مهمم داره، این ربات فقط یک بار به صورت رایگان اجازه میده که ازش استفاده کنید و برای دفعات بعد باید حسابتون رو داخل ربات شارژ کنید که خود شرایط و هزینه هاش رو براتون ارسال میکنه. خب دوستان، اینم از 3 روشی که در رابطه با این مزاحم یا قرار بود بهتون آموزش بدم. اگر که این آموزش و این طرفم براتون مفید بود ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر که دنبال همچین روش‌های کاربردی و ساده هستید کانال من مخصوص خودتونه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید که از بقیه آموزشایی که توی کانال براتون میذاریم جا نمونید و با خبر بشید.